امروز میخواییم کباب ترکی درست کنیم با مرغ. یک مرغ متوسط برای 5 نفر. 4 قاشق غذاخوری، رب انار میریزیم توش، نمک و فلفل و زردچوبه به اندازه کافی. یه دونه پیاز بزرگ رنده میکنیم، آب پیاز میگیریم با یه دونه پیاز رنده کرده آبش اضافه میکنیم. 5 قاشق گردو آسیاب کرده چرخ کرده میریزیم توش، خوب هم میزنیم، خوب هم میزنیم به خوردش بره. 2 ساعت باید بمونه، تو یخچال باشه تو بیرون باشه فرق نمیکنه، بهتره که تو یخچال بمونه. بعد 2 ساعت تو سیخ چوبی میذاریم، اینه تو سیخ چوبی میذاریم، تو روغن سرخش میکنیم. برای 5 نفر مرغ متوسط کافیه. خب کبابا رو تو سیخ میزنیم، میذاریم تو سیخ. بعد کنارش هم یه مقدار خورشت قوره هم درست میکنیم. بعد این کبابا رو میشه باز زرشک پلو خوردش. کنارش یه مقدار خورشت قوره هم درست میکنم. این کبابا رو میشه باز زرشک پلو خوردش.